به نام خدا. دوستان عزیز سلام، امید است که صحت و عافیت باشید. دوستان عزیز و هم‌مسلکان گرامی، در این ویدیو در مورد تداوی عدم کفایی حاد کلیه در نزد اطفال برایتان معلومات میتونم، طوری که در ویدیوهای قبلی در ارتباط با معرفی عدم کفایی حاد کلیه در نزد اطفال، عوامل سببی، تصنیف بندی و همچنان در مورد پاتوژنز و رازآلای کلینیکی، دریافت‌های لابراتواری، تشخیص تفریقی بین عدم کفایی حاد کلیه و عدم کفایی مزمن کلیه، استدلالات بایوپسی صحبت کردیم. در این ویدیو فقط در ارتباط با تداوی عدم کفایی حاد کلیه براتون معلومات میتونم. البته برای آسانی کار خوب است که تداوی عدم کفایی حاد کلیه را اول به 5 صنف تصنیف بندی کنیم، بعدا روی هر موضوع جداگانه صحبت کنیم. خب در مجموع طوری که قبلا هم یادآور شدم، تداوی عدم کفایی حاد کلیه به 5 صنف تصنیف بندی میشه. یک، اهتمامات برای مایعات، چطور مایعات تطبیق میشه یا فلوید منیجمنت. دوم، دایت یا رژیم غذایی. سوم، جنرال میجرز یا اهتمامات کلی برای عدم کفایی حاد کلیه در نزد اطفال. چهارم، تداوی اختلاطات عدم کفایی حاد کلیه که چی اختلاطات در قبال داره و چطور منیجمنت صورت بگیره. پنجم، دیالیز. خب در این ویدیو در ارتباط با فلوید منیجمنت، دایت و جنرال میجرز صحبت میکنیم. در ویدیوی بعدی انشالله در ارتباط به اینکه کدام اختلاطات در قبال داره عدم کفایی حاد کلیه و چطور اختلاطات عدم کفایی حاد کلیه در نزد اطفال تداوی میشه و همچنین چه وقت یک طفل دیالیز میشه و با کدام هدف دیالیز میشه. خب اول در ارتباط با فلوید منیجمنت یا مدیریت تطبیق مایعات در نزد یک طفل که مثلا با اکوت کیدنی اینجوری شده باشه، شامل دو موضوع میشه. یکی فلوید رپلیشن، دوم فلوید رستریکشن. آسان این تطبیق مایعات و مدیریت تطبیق مایعات در نزد اطفالی که مثلا با اکوت کیدنی اینجوری شده باشه شامل همین دو موضوع میشه یا تحت دو عنوان مطالعه میشه. فلوید رپلیشن، یک طفلی که در شفاخانه آورده میشه اگر مشکوک به عدم کفایی حاد کلیه است یا اینکه عدم کفایی حاد کلیه در نزدش تحسس کرده، اگر شواهد هایپولمی وجود داشته باشه بهتر خواهد بود که اول طفل نورمولمیک ساخته شود، یعنی مایعاتش تأمین شود و اعاده مایعات صورت بگیره. این حالت فلوید رپلیشن میگه. و بعدا وقتی که عدم کفایی حاد کلیه تثبیت شد در نزد یک طفل، تشخیص قطعی شد، مایعاتش بالا شد، به خاطر منتین کردن مایعات باید مایعات محدود ساخته شود، این مایعات بیشتر نگیرن نسبت به حالاتی که قبل از اینکه یک طفل مثلا با اکوت کیدنی اینجوری باشه مایعاتش محدود ساخته میشه که باز در ارتباط با اون صحبت خواهیم نمود. اول فلوید رپلیشن یا اعاده مایعات. طفلی که مشکوک به عدم کفایی حاد کلیه است و یا اکوت کیدنی اینجوری در نزدش تحسس کرده، اگر شواهد هایپولمی یا شواهد کمبود مایعات در نزدش وجود داشته باشه، اولین قدم در تداوی نمیسته که مایعاتش اصلاح شود، این نورمولمیک باید ساخته شود، دیهایدریشن اصلاح شود با تطبیق مایعات ایزوتونیک، مثلا نورمال سالین با دوز 20 تا 30 میلی لیتر در هر کیلوگرم وزن بدن و در ظرف 40 دقیقه تا 1 ساعت باید تطبیق شود. خب که با این کار اگر عوامل اکوت کیدنی اینجوری پرینال بوده باشه و مقابل تطبیق مایعات خوب ریسپانس میده، پرفیوژن کلیوی افزایش پیدا میکنه، دهانه ادرار بیشتر میشه و دیهایدریشن اصلاح میشه. خب چه مقدار مایعات باید تطبیق شود؟ 20 تا 30 میلی لیتر در هر کیلوگرم وزن بدن در ظرف 40 دقیقه تا 1 ساعت. و اگر شواهد هموراژ وجود داشته باشه یا که علت هایپولمی و علت اکوت کیدنی اینجوری خونریزی بوده باشه، داخلی یا خارجی یا اکسترنال یا انترنال هموراژ بوده باشه، بلاد ترانسفیوژن باید شود، یعنی فریش بلاد ترانسفیوژن باید شود، خون تطبیق شود. خب بعد از اینکه این کارا رو ما شما انجام دادیم، در ظرف 2 تا 3 ساعت بعد از تطبیق خون و یا تطبیق مایعات، یعنی که بعد از اینکه مایعات یک طفل اصلاح شد سویه مایعاتش، اگر 2 تا 3 ساعت بعد از اون 2 تا 4 ml در هر کیلوگرم وزن دیوریز پیدا کرد، تداوی قبلی خود ما و شما ادامه میتیم
و به این ترتیب مایعات مینتیننس را برای طفل ادامه میدیم. خب در صورتی که اگر در این مدت زمان دیورز پیدا نکرد، باز ما شما لوپ دیورتیک تطبیق میکنیم، یعنی فروزاماید. به دوز چقدر؟ 2 تا 3 میلی گرم در هر کیلوگرم وزن بدن آی وی برش تطبیق میشه. بعد از تطبیق لوپ دیورتیک یا فروزاماید اگر دوباره دیورز پیدا نکرد، این حالت ما شما میگیم چی؟ اکیوت کیدنی اینجوری در نزد یک طفل تحسس کرده. بعد از این مایعات را چطور مدیریت کنیم و چطور تطبیق شود و کدام مایعات باید تطبیق شود برای یک طفل که مصاب به اکیوت کیدنی اینجوری است. خب این حالت فلوید رستریکشن میگه. در اینجا باز ما شما مایعات طفل را محدود میکنیم. به خاطر چی؟ که اکیوت کیدنی اینجوری تحسس کرده و بیشتر از این مایعات ما شما داده نمیتونیم. اگر بیشتر از این مایعات بدیم، چی از طریق خوراکی یا اورالی و چی از طریق آی وی، باعث احتباس مایعات میشه و اوزیما را به وجود میاره، فرط فشار خون به وجود میاره و CHF، ادما، هایپرتنشن و CHF سبب میشه. یک از جمله اختلالات بسیار خطرناک و جدی در عدم کفای حاد کلیه است. خب مایعاتی که برای یک طفل که مصاب به اکیوت کیدنی اینجوری شد تثبیت شد بعد از اینکه سویه مایعاتش نرمال شد، چه مقدار مایعات باید داده شود برای یک طفل؟ اول از نوزادان شروع میکنیم. اگر یک نوزاد که پریمچور باشه، چه مقدار مایعات باید بگیره؟ 50 تا 100 میلی لیتر در هر کیلوگرم وزنش در 24 ساعت باید مایعات بگیره. یک طفل که به ترم بوده باشه 30 تا 50 سی سی در هر کیلوگرم وزن بدن مایعات مینتیننس خود باید در 24 ساعت بگیره. و در دیگر کاتگوری های سنی، انفانت، تودلر، پریسکول و دیگر کاتگوری از اطفال در کاتگوری های مختلف سنی چه مقدار مایعات باید بگیرن؟ خب 300 تا 400 ml در هر متر مربع سطح بدن جمع یورین اوتپوت جمع اکسترا رینال فلوید لاس، این مقدار مایعات در 24 ساعت باید بگیرن. خب متر مربع سطح بدن چطور اندازه ارزیابی میشه و اندازه میشه؟ 4 ضرب بادی ویت جمع 7 بر بادی ویت جمع 90. از این فرمول استفاده میشه. این را ضرب 300 یا 400 میکنیم با جمع دهانه ادرار در 24 ساعت چه مقدار ادرار داره و به اصطلاح جمع دیگه ضایعات خارج کلیوی میکنیم. در 24 ساعت این مقدار مایعات داده میشه. کدام مایع برش تطبیق شود؟ این بر 5 جمع دکستروز 5%. یعنی بر 5 جمع دکستروز 5%. یعنی بر 5 به خاطر یورین اوتپوت، دکستروز 5% به خاطر انسنسیبل لاس تطبیق میشه. خب دیگه هر روز باید انتیک و اوتپوتش ارزیابی شود. چه مقدار اوتپوت داره و چه مقدار مایعات باید بگیره و میگیره. این باید ارزیابی شود. و هر روز باید طفل وزن شود. و هر روز باید معاینات فیزیکی در نزد یک طفل ارزیابی شود که کدام اختلال تحسس نکرده باشه و اگر کدام اختلال تحسس کرده باشه فوراً باید اهتمامات برش گرفته شود. خب سویه سدیم سرم باید نرمال کیپ شود، نرمال نگاه شود. میگه چه وقت ما و شما مایعات یک طفل که مصاب به اکیوت کیدنی اینجوری است درست مدیریت کردیم، به اندازه کافی برش مایعات دادیم، نه زیاد نه کم، که طفل روزانه 0.5 تا 1% وزن بدنش کم شود. این تداوی موفقانه است. در غیر از صورت تداوی موفقانه نیست، یا که مایعات کم دادیم یا که اورلود شده. خب در صورتی که یک طفل وزنش زیاد کم شود از این حالت کرده و سویه سدیم سرم بیشتر شود، این دلالت به این میکنه که ما شما مایعات کم دادیم. و در صورتی که اگر وزن نبازه، برعکس وزنش بیشتر شود و سویه سدیم سرم کمتر شود، این حالت ما شما برش میگیم که مایعات بیشتر دادیم. یعنی سویه سدیم سرم کم شود و وزن طفل بیشتر شود یا وزن نبازه، این حالت ما شما برش میگیم که بیشتر مایعات برش دادیم، این اورلود شده. خب این بود در مورد فلوید منیجمنت، فلوید ریپلیشن و فلوید رستریکشن. این خلاص فلوید ریپلیشن مایعات بتون برای طفل، مایعاتش پره بکنین. بعد از اینکه مایعات پره شد، اکیوت کیدنی اینجوری تثبیت شد، مایعات شما رستریکت بسازین، مایعاتش با می فرمولی که یادآور شدم محدود بسازین تا اینکه از اختلالات خطرناک و کشندهش جلوگیری شود، مثلا از پولمونری ایدم و از CHF و هایپرتنشن و اختلالات دیگی جدی را در قبال داره. خب
موضوع دوم بحث ما در ارتباط با رژیم غذایی اطفال که مصاب به عدم کفای حاد کلیه میشه. خب در اطفالی که مصاب به عدم کفای حاد کلیه است، ضرورت متابولیک خصوصا نوع تخریبی یا کاتابولیک بیشتر میشه. به مو خاطر است که باید انرژی و مواد غذایی کافی برای طفل باید برسه. انرژی که تامین کنندش نوترینت های مثل پروتئین، کربوهیدرات و شحم باشه. مثلا پروتئین روزانه 1 تا 1.2 میلی گرم در هر کیلوگرم وزن بدن روزانه باید برش تطبیق شود اگر اطفال شیرخوار باشه، و اگر نوزاد باشه 0.8 تا 1.2 میلی گرم در هر کیلوگرم وزن بدن روزانه باید برش پروتئین برسه. همین مقدار مواد غذایی را که میگیره باید در ترکیبش یک پروتئین داشته باشه تا یکی نظر به هر کیلوگرم وزنش مواجه به کمبود پروتئین نشه. این در مجموع انرژی را که روزانه میگیره و کالری را که مصرف میکنه 50 تا 80 کالری پر کیجی را باید مصرف کنه و برش باید برسه. خب از کربوهیدرات و شحم و پروتئین باید انرژیش تامین شود. دیگه ویتامین ها و مایکرونوترینت های دیگه باید به اندازه‌ای که ضرورت داره به خاطر اینکه ضرورت متابولیک بیشتر میشه باید برش برسه. وقتی که یک طفل اگر استدباب دیالیز برش رفت و کاندید دیالیز شد و دیالیز باید شود، با در اون صورت است که پروتئین و مایعات و الکترولایت ها را میتونید شما افزایش بدین. و خاطر اینکه شما از این طرف از اختلاطاتی مثل پولمونری ادیم و سی اچ اف و هایپرتنشن و اورلود شدن مایعات اینا به اصطلاح ترس و هراس ندارین، به خاطر که دیالیز میشه. این که دیالیز چطور میشه، چرا شوه و با کدام موارد دیالیز باید شوه، استفادهش چی است، با در ویدیو بعدی ان شاء الله صحبت خواهیم نمود. این بود دوستان عزیز در ارتباط با رژیم غذایی. خب موضوع دیگه جنرال میجرز است یا اهتمامات عمومی دیگه که برای یک طفل که مصاب به عدم کفای حاد کلیه است کدام هستند؟ طفل باید در تحت شرایط آی سی یو باید در شفاخانه کپ شود و یورینش یا ادرارش باید جمع آوری شود. خوب است که فولیکاتیتر تطبیق نشه، به خاطر اینکه فولیکاتیتر خودش تطبیقش باعث از میشه که انتان داخل عضویت شود. این یکی از طرق دخول انتان است، یعنی باب دخول انتان را تشکیل میده. بهتر است که در داخل کاندوم جمع آوری شود. آنتی بیوتیک به صورت وقایوی دادن نمیتونیم، اجازه نیست. در صورت که اگر شواهد انتان چه به صورت کلینیکی یا شواهد لابراتوری برش وجود داشته باشه، با در صورت آنتی بیوتیک مناسبی که نفروتوکسیک نباشه باید تطبیق شود. و دیگر دواهای نفروتوکسیک باید به یک طفل که عدم کفای حاد کلیه داره باید تطبیق نشه. مثلا انجیوتنسین کانورتینگ انزایم اینهیبیتور و یا نان استروئیدال آنتی اینفلاماتوری دراگز، این دواها باید تطبیق نشه. و دیورتیک باید تطبیق شود. چرا دیورتیک تطبیق شود؟ به خاطر اینکه از ترسب داخل تیوبولی جلوگیری شود، یعنی از پرسیپیتیشن داخل تیوبولی جلوگیری شود، خصوصا در موارد انتراویسکولار همولایزیس، مایوگلوبین یوریا و هایپریورسمی. به این خاطر که این به هدف از اینکه از ترسب داخل تیوبولی جلوگیری شود باید دیورتیک بدیم ما شما. دیگه دوپامین البته به دوز رینال باید تطبیق شود، چون دوز رینال کمتر از 5 مایکروگرم پر کیجی پر منیت است باید تطبیق شود. به خاطر اینکه در دوز رینال اولیار توسط میته پرفیوژن کلیوی رو خوب میکنه و خصوصا برای اسکیمیک اکیوت کیدنی اینجوری بسیار موثر واقع میشه. یادتان باشه دکتر صاحبان و هم‌مسلکان عزیز و محصلین گرامی که دوپامین به 3 دوز تطبیق میشه یا 3 رقم دوز داره. یک دوز رینال کمتر از 5 مایکروگرم پر کیجی پر منیت تطبیق میشه به صورت انفیوژن. این هدفش توسط اولیه است تا اینکه اروا خوب شود. دوز دوم دوز قلبی است که 5 تا 10 مایکروگرم پر کیجی پر منیت تطبیق میشه. هدفش است که قدرت کانترکتیلیتی یا قدرت کانترکشن یا تقلصات قلب خوب کنه، مثلا در عدم کفای قلبی. و دوز سومش دوز شاک است که بیشتر از 10 مایکروگرم پر کیجی پر منیت تطبیق میشه. در اون صورت برعکس خاصیت تقبض دهنده اولیه را داره، اولیه را تقبض میده. مثلا در سپتیک شاک چون اولیه توسع میکنه، عدم تعادل بین بستر اولیه و حجم داخلی اولیه ایجاد میشه. در این صورت ما مجبور هستیم که اولیه را تقبض بدیم تا اینکه خون به نهایات و به اعضای حیاتی و به دیگه اعضا باید برسه، به امزاج باید برسه، باید اولیه تقبض بکنه. با در اون صورت از خصوصیت تقبض دهنده اولیه
از خصوصیت تقبض دهنده دوپامین ما شما استفاده میکنیم که بیشتر از 10 مایکروگرم پر کیجی پرمننت است. پس دوپامین به 3 هدف داده میشه. یکی هدفش رینال بود که ما شما خواندیم که کمتر از 5 مایکروگرم پر کیجی پرمننت است. دوز دوم دوز کاردیاک است یا دوز قلبی است که بین 5 تا 10 مایکروگرم پر کیجی پرمننت است. و دوز سوم دوز شاک است که بیشتر از 10 مایکروگرم پر کیجی پرمننت تطبیق میشه. دوستان عزیز، دکتر صاحبان و هممسلکان عزیز، در ویدیوی بعدی انشالله در ارتباط با تداوی اختلاطات عدم کفایی حاد کلیه که یک بحث بسیار عمده و مهم است براتون معلومات میدم. دوستان گرامی، رسیدیم به آخر این ویدیو. تا ویدیوی بعدی شما را به خداوند لاعزال میسپارم. الله یار و نگهدارتان.